سلام دوستان، به کانال آموزشی مابمک خوش آمدید. ما برای شما یک پکیج آموزشی مکالمه زبان انگلیسی در 30 روز رو طراحی کردیم که توی این پکیج بدون هیچ دردسر و سختی مکالمه زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. هر روز با هم قدم به قدم پیش میریم و با جملات و عبارات ساده و کاربردی آشنا میشیم. هدف اینه که بعد از این 30 روز بتونید در موقعیت‌های روزمره به راحتی انگلیسی صحبت کنید. این پکیج برای همه طراحی شده، حتی برای کسایی که تا حالا زبان انگلیسی نخوندن. پس بیایید با هم شروع کنیم و به این سفر جذاب یادگیری بریم. Let's go everyone! بریم برای آموزش‌های روز اول که قراره از پایه و بیسیک با هم شروع کنیم. شخص A و شخص B میخوان با هم مکالمه ای رو شروع کنن. پس با ساده ترین عبارت شروع میشه. هلو، سلام. در جواب هلو شما هم میتونید خود هلو رو استفاده کنید، هم میتونید بگید های یا میتونید بگید هی، ولی توجه داشته باشید که های جنبه غیر رسمی و هلو جنبه رسمی داره. وقتی که میخوایم بپرسیم حالت چطوره میگیم how are you. how یک کلمه پرسشی به معنای چطور و چگونه هستش. are هم یکی از افعال to be اما is و are هستش. how are you حال تو چطوره؟ you هم به معنای تو و هم به معنای شما هستش، اما چون در اینجا مخاطب من یک نفر هستش، اینجا معنی تو رو میده و در جواب میتونیم بگیم I'm fine, thanks. I'm در واقع همون مخفف شده ی I am هستش. fine به معنای خوب بودن هستش. thanks به معنی ممنون که همون حالت غیر رسمی thank you هستش. حالا میخوایم از شخص مقابلمون بپرسیم که اهل کجاست. Are you from ایران؟ آیا شما اهل ایران هستی؟ در اینجا از ضمیر you به معنای تو استفاده کردیم. پس باید برای سوال کردن از فعل to be are استفاده کنیم. به این نکته باید اشاره کنیم که you تنها ضمیر مفردیه که فعل جمع میگیره. تکرار میکنیم Are you from ایران؟ آیا شما اهل ایران هستین؟ و اگر به طور کلی بخواید بپرسید از کسی که کجایی هستش، از اون میپرسین Where are you from؟ کجایی هستی؟ یا اهل کجایی؟ و در اینجا شخص B باید بگه Yes, I am from ایران. بله، من اهل ایران هستم. حالا کرکتر B هم میخواد همین سوال رو بپرسه، ولی به جای اینکه بیاد دوباره ساختار سوال رو بسازه، میاد خیلی کوتاه میگه and you و شما. به جای and you میتونستیم بگیم how about you، یعنی شما چطور، و یا what about you. هر سه این عبارات یک معنی رو میدن، ولی and you کاربردی تر و نیتیو تر هستش. و در اینجا کرکتر B کنجکاوتره و میگه Are you from ایران too؟ آیا شما هم اهل ایران هستی؟ در اینجا تو به معنای همسان بودن یک موضوع هستش. به ترجمه دقت کنید. آیا شما هم اهل ایران هستید؟ یعنی در واقع میخواد از کرکتر A بپرسه که موقعیت مشابه خودش رو داره. در جواب کرکتر A اومده جواب رو منفی کرده. No, I'm not from ایران. نه، من اهل ایران نیستم. افعال to be اما is و are با not منفی میشن. I'm from Netherlands. من اهل هلند هستم. حالا مروری میکنیم با یک سری نکات اضافه. کرکتر A Hello مریم, how are you؟ سلام مریم, حالت چطوره؟ و در جواب مریم میگه Fine, thanks. خوبم, ممنون. در اینجا کرکتر B به جای اینکه بگه I'm fine، به این که بگه فقط fine بسنده کرده و این یعنی صحبت رو کوتاه، مختصر و خودمونی کرده. و همونطور که در اسلایدهای قبلی بهش اشاره کردیم، پرسیده and you و شما، و شخص میگه که I'm fine too، منم خوبم. شخص میخواسته بگه که حال من هم مثل حال تو خوبه، بنابراین میخواسته همسان سازی کنه و از کلمه تو استفاده کرده. Thank you، ممنون. مریم Do you speak Persian؟ مریم آیا تو فارسی صحبت میکنی؟ Do یک فعل کمکی هستش که برای ضمیرهای I به معنای من، you به معنای تو و شما، we به معنای ما و they به معنای آنها استفاده میشه. ما در اینجا you داریم، پس از فعل کمکی do استفاده میکنیم. Yes, I speak Persian.
بله من فارسی صحبت میکنم. و یا به صورت کوتاه میتونست بگه Yes I do. منظورش اینه که بله من فارسی صحبت میکنم. I'm from Iran. من ایرانی هستم. یا خیلی کوتاه میتونستیم بگیم I'm Iranian. I speak English too. من انگلیسی هم صحبت میکنم. کرکتر A یک سوالی رو میپرسه. Do you want a coffee؟ یه قهوه میخوای؟ Do فعل کمکی. You ضمیر. want فعل اصلی جمله به معنای خواستن هستش. سوالهای بله و خیر در زبان انگلیسی همیشه 2 تا فعل دارن. یک فعل اصلی که منظور رو میرسونه و یک فعل کمکی که جمله رو پرسشی میکنه. حالا در مثالهای بعدی بهتون بیشتر توضیح میدم. No, I don't want coffee. نه من قهوه نمیخوام. همونطور که میبینید سوالی که با دو پرسیده شد جوابش no یا yes هستش. I want a tea. من یه چایی میخوام. و در نهایت تشکر میکنیم و میگیم thank you. حالا جواب thank you you're welcome هستش. به معنای خواهش میکنم. حالا بریم کلمات کاربردی استفاده شده در این درس رو مرور کنیم. Hello. سلام. How. چطور یا چگونه. Are فعل توبی برای جمع هستش. You به معنای تو یا شما. How are you؟ حالت چطوره؟ Fine خوب. Thanks ممنون. Yes و no بله و خیر. And و from به معنای از یا اهل. From ایران اهل ایران. I am من هستم. I'm fine من خوبم. I'm from ایران من اهل ایران هستم. I'm not من نیستم. You are تو هستی. Are you تو هستی. تو به معنای هم. I'm from ایران too من هم اهل ایران هستم. I من. Want به معنای خواستن. I want من میخوام. Tea به معنای چای. A tea در واقع به معنای یک فنجان چای هست. Do فعل کمکی به معنای انجام دادن. Do you want یعنی میخوای. Do not یا don't به معنای انجام ندادن و منفی do هستش. I don't انجام نمیدم. I don't want نمیخوام. خب دوستان رسیدیم به پایان روز اول. امیدوارم آموزش های این ویدیو براتون مفید باشه. نظراتتون رو برام کامنت کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. به امید دیدار.